روغن یک روغن 5 لیترش از 10 سومونی. اینا برادرها این بچه کریم را این تاجیکستان نقطه متخصصی یک معلم شده کدام دانشکده اسلامی شده باشه. یعنی این یک دعوا داره که نرخ نوا در بازار قیمت نشده است، شما وایمان نکنید. شاید امروز قیمت اگر نشده باشه ولی نماینده اون همون ساختار را دیدن که خودش برآمد گفت بله نرخ نوا که قیمت شده است. یعنی این طبقه انسان ها اجرا کننده وظیفه متخصصایی که کنترل میکنن زیر انحصاری هستن، نرخ کنترل میکنن، نرخ بازار را معین میکنن، خرید و فروش را معین میکنن. اینا یک نفری اینمی مجروح شده ها، یک نفری خب زیر نظارتی فشار امنیت داشته به خاطر پدرش، اینا چیکار میکنن؟ نگاه کنید. همه این حساب ذخیره های مودی جمهوری تاجیکستان که در بازار قرار داره. اینا مکرونو هم هست، هم نمود اینا برنج همه چون ما دیدیم و نرخ دست است برای ارزان برای مردم خیلی است. معاش 800 تومان 1 کیلو روغن 110 تومان، همین نرخ ارزان است. این یک مثالش. ما بهش مشکل نداره. سلام علیکم همکاران عزیز. این امروز ما در بازار دیدیم نرخ نوارا. این نرخ اور نو یکمش 180 تومان. نو دیمش 150 تومانی. همه ای حسابی ذخیره های مادی جمهوری تاجیکستان. مادی جمهوری تاجیکستان 280 تومن پولی کم است. او زنه گفت من 800 معاش میگیرم. شما قبل از اونی که میشینین این نقطه را بررسی میکنین برای مردم پیشنهاد میکنین، با معاش مردم شما قیاس بکنین. آی به فرهنگو معاش مردم چی قدر است؟ نرخ نوای بازار چی قدر است؟ شما با امید او پول مهاجره که چرخه حکومت هست میچرخونه نشین. بحران اقتصادی که روسیه را فرا گرفته است، با خدا قسم اگر 10 تا ایت برای نرخ نشان بده همون داخل زبانی کوچویش نگیرم. میخندین حالی بستین. شما بازی کردین ده، شما همه خبری بازی کردین که نظام شوروی برای چی برهم خورد؟ همین سانکسیون های کشورهای اروپایی بود. توسط سانکسیون، توسط فشار و یکی از سبب‌های دیگه از فرسوده شدن این نظام بود که از بین رفت. عین همه چیز از روسیه دیده تاجیکستان ضرر بزرگ میبینه در این. برای چی؟ ببین اگر ما میخوایم نظر بکنیم مجموع محصولات داخلی ما گپ زدیم 50% درآمد مال و محصولاتی که در داخل کشور چرخ میزنه این از حساب مهاجر است. مبلغ مهاجر میبیا کجا؟ تاجیکستان توسط بانک 2.5 میلیارد تا 3 میلیارد تا 4 میلیارد دلار می اومد، اما این سالها کم شد. پول روبل روسی میبیا تاجیکستان. بانک های تاجیکستان که نظام فراز ایرا ساخته است در عوض او چی میگیره؟ سامانی. چرا؟ سوال آیا یکم اقتصاددان، کدام سیاستمدار، کدام چاپلوس فکر چرا سامانی؟ بچه‌ی من برای من روبل روی کرد، برای چی برای من سامانی میتی؟ شاید من مایل دارم که من پول روبل بگیرم سامانی نگیرم. میگیرم یا جوش میمونم مستا. ولی برای ما سامانی میتیم. برای چی؟ حکومت تاجیکستان در برابر روبلی که در بانک هست باز میروه از روسیه دلار میگیره. به خاطر چی دلار؟ ما خرید و فروشمون از کدام حساب است؟ درست است که یک کشوری که صنعتی است اتوماتیک دلار برای او میبیو. مثال روسیه دلار از کجا میگیره؟ نفت برای اروپا و کشورهای اروپایی و آمریکا میفروشه، در عوض او یورو و دلار میگیره. یعنی صادرات داره، در عوضش وارد میشه دلار و نفت. ما کادو، چوکادو، کلوبنیک، خرما، انار، انگور، سیاه لوز، سیاه دمه، گفتیم چکراب، قرطاب اینا را خارج نمیکنیم. صادرات نداریم که برای ما دلار وارد بشه. شاید پخته داریم یا چند قیه، شاید کمی آلومینی اشیاء خام داریم. یعنی این بسنده نیست در سیستم گردش. 80% ما از خارج میگیریم، 20% به خارج میتیم. توازن برابر نیست که ما برابر 80% ما میریم از خیتای، از قرقیزستان، از ازبکستان، از روسیه، از دیگر کشورها با دلار بار میگیریم.
20% دلار برای ما میبیو. حکومت برای نگاه کردن اینمی توازن اینمی مسا چیکار کرده است؟ روبل روسی را بانک ده میبیارن، سامانه میگیرن، میره در عوضش چیکار میکنه؟ همون 30% که زیادتر است چیکار میکنه؟ دلار میگیره و همون قرب اسعار را نگاه کرده است. ولی امروز امریکا سانکسیا کرده است، روسیه دلار نمیبیو و روسیه او ذخیره که داره هیچگاه دیگه برای تاجیکستان نمیته و چی میشه عاقبت این؟ تاجر میگه ما از قزاق توسط دلار بار میگیریم. مدام که دلار داخل نشوه ما چیکار میکنیم؟ چیکار میکنیم؟ آیا ما داریم ذخیره معین؟ دولت ما ذخیره معین داره؟ اگر میداشت رحمانوف دیوانه نشده بود که در جلسه هاش مردم با جواری مکه و با نخود و با ذخیره 2 ساله مردم دعوت میکرد. این فردا معذوری من فردا در مدت کوتاه رحمانوف میبرو ما بارها گفته بودم ذخیره هاتون 2 ساله بکنین، از جمله لوبیا، جواری مکه، مکدونه، مکرون، سبزوات، کارتوشکا 2 سال، چون ما خیلی یک مشکلات زیادی در رو پرو میشیم. رحمانوف تا امروز خواب افغانستان و سوریه و کشورها مثال من، امروز اوکراین و روسیه برای رحمانوف یک پاود است. رحمانوف زود از این بازی میبرو، به خاطر همون نوارایی که ثبت کردگی در یوتیوب داره و در تلویزیون‌ها هست، بارها و بارها برای مردم نشان میده که خب همین جناب عالی برای ما 2 سال گفته است که لوبیا ذخیره کنه، نخود و دیگر جمع بکنه تا که قحطی میبیو. این اومد. گپی کم نیست. ضرری که اقتصادی ما از این چیز میگیره واقعا خیلی یک ضرر بزرگ است. اگر ما میتونستیم در این همه 30 سال یک منبع درآمد خوب می‌داشتیم، یک صنعت خوب می‌داشتیم، کشور اگراری، امنیت عضوقواری، برنامه رحمانوف آرد و برنج و روغن از قزاق و روس و قرغیز میاد. منطق در کجا است؟ ما نه کشوری اگراریم، نه کشوری اگر صنعتیم، نه امنیتی عضوقواری داریم، نه چیز دیگر داریم. آیا برای یک رهبر کشور وقتی امنیتی عضوقواری میگه چند ساله برنامه داره؟ آیا رحمانوف میتونه 1 سال تمام مرزها بسته شود زیر نظارت بشه امنیتی عضوقواریش برای مردم برسونه؟ اگر میداشت در 10 روز جنگی نرخ خیار میرفت بالا تا 300 تا 350 میرسید. منطق فکر کنید. اگر ما ذخیره معین میداشتیم برای چی نرخ ما کو پیش از این بحران ما خریدیم و مشخص است که چند سوم خریدیم. مشخص میدونید که ما همین آرده توسط همین سامانه که قربش دلار که قربش بلند نشده بود توسط روبل روسی ما همون نرخ خریدیم. برای چی الکی امروز نرخ رفته است در آسمان؟ به خاطر ما ذخیره نداریم، ما همه روزه میخریم، هر ماهانه شاید میبیاریم بورا. الکی تاثیر او برای جامعه ما رسیده است. تاجیکستان ما را یک بحران خیلی بزرگ از پیش انتظار است. یک قحطی، یک بینظامی، خب مال دزدی، خانه دزدی، خانه زنی، دیگر موقعی است که ما و شما را خطر بزرگ انتظار است. واقعا از لحاظ مهاجرت بگیرم، بیکارشوی مهاجرت، بی‌قربشوی روبل روسی، این حالا روسیه همون امکانیت و دارایی که داره قرب کوشش میکنه قبیده است، ولی این آخرش نیست. اگر همین حالت رفتن بگیره روبل روسی پایانتر رفتن میگیره که ارزش پیدا نمیکنه در برابر بازار ما. 1 روبل 100 تصور کن که 1 میلیون روبل روسی چقدر میشود؟ تصور کن 100,000 روبل روسی 7,000 دلار یا 7,000 یورو میشود. 100,000ش 700 یورو. 100,000 یک مهاجر برای 100,000 کار کردن چند سال باید بزنه؟ چند سال بزنه؟ 1 میلیون 4 که ما ببینیم با روبل روسی چه قدر است؟ هیچی. یک مهاجر زیاد اگر کار 50 یورو روان کرده میتونه با زور خونش. برای 50 یورو ما میتونیم چرخه دولت رو پیش بریم. معاش گرفته میتونه، نفقه برای مردم میرسه. مثلا نفقه از ماهای بعدی حالت ما میگم از وضعیت وابسته است که اگر وضعیت هم رفتن بگیره، اگر کشوری سیوم بازی ما داخل نشوه، رحمانوف در آغوش نگیره، چندین کانهای دیگر و پارچه های زمین دیگر که نگیره در عوضش یعنی محشر برای مردم نته، اگر این حالت نشوه، ولی روسیه خطای هم نیست هیچگاه ساده نیست که بارشه توسط روبل روسی بده. او میدونه که روبل چقدر قدر ارزش داره و طبیعی است که میبری در بازار خطای یوان میگیری و بعد مال و کالای او را میخری. این حالت یک حالت وضعی است و خطای هم یک کشوری خب در استاندارد بین المللی جواب است و میدونه چیکار بکنه. اما تاجیکستانی ما
با این اقتصاددان‌های ما، با این راهبرای ما در یک حالت بسیار وزنی قرار داریم. از همین حاضر برادران و هموطنانی که میشنوین، هر امکاناتی که دارین کوشش کنین نفقه پدر و مادر آن امکاناتی که دارین از حاضر یک سعی بکنین. در دیگه حالت واقعا جامعه ما کم یک خطرهای بزرگ ما و شما رو انتظار است.